کمک‌های عنوانی اجتماعی در دایره عملی‌سازی لایحه تک 19 مانیتورینگ طرفی سیوم این موضوع میزی مداور بود که با تشبث تشکیلات جمعیتی میر در مهمانخانه سعودیان برگزار گردید. در آن اساساً مسئله‌های رسانیدن کمک اجتماعی به عائله‌های کم‌بضاعت و رفع عملی شوی لایحه تک 19 مورد بررسی قرار گرفت. تاکید گردید که در دایره لایحه مذکور در دوره پنجمیه به اهالی بسیار کمک‌های اجتماعی رسانده شده است. در دایره مانیتورینگ طرفی سیوم باشد با اهالی وخوری و صحبت‌ها دایر کرده می شود. در هماهنگسازی حکومت جمهوری تاجیکستان از طریق تشکیلات‌های بین‌المللی کمک‌ها رسانیده شدگی بسیار یاردم‌ها هم دستگیری تکنیکی هم واکسین‌ها برای больницаҳо یاردم شدگی همون لایحه‌هایی که در وقت پاندمی شدگی حاضر اکنون مانیتورینگ شده استند. مانیتورینگ این ما اهالی که با می‌خوریم больницаҳо رفته بیمارخانه‌ها رفته با می‌ذاریم که همون چاره‌بینی‌های گذشتگی ثمرناک بودن یا نه. در واخوری محاکموی فعالان شهر و ناحیه‌ها نمایندگان تشکیلات‌های جمعیتی محلی و اینچنین گیرندگان کمک‌های عنوانی اجتماعی اشتراک کردند. هنگام محاکمه و بررسی‌ها کارشناسانی دعوت شده نمایندگان تشکیلات‌های جمعیتی دایر به سمت فعالیتشان و اشتراکچیان معلومات داده به سوال‌های ساکنان اید به پرینسیپ‌های معین کردن گیرندگان کمک‌های عنوانی اجتماعی و عموماً ترتیب رسانیدن کمک پاسخ گرفتند. در دوره این لایحه مانیتورینگ گذرانده میشد. این مانیتورینگ پرداخت هایی که در دوره کووید به اهالی گذرانده شده بودند آن را مانیتورینگ میکنند. پرداخت های اجتماعی، تجهیزات هایی که در بیمارخانه های مرکزی شهر، بیمارخانه های مرکزی ناحیه سپرده شده بودند، تشکیلات ما همچون شریک لایحه مانیتورینگ میگذرانند. چاره‌بینی مذکور از جانب تشکیلات جمعیتی میر مرکز امکانیت بهره رشد در همکاری با تشکیلات جمعیتی مرکز تحقیقات سوسیولوژی زرکله در موافقه با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان در دایره لایحه بانک جهانی تک 19 گذرانده شد. هدف تکمیل دادن پرداخت‌های کمک‌های عنوانی اجتماعی در تطبیق لایحه‌های من بعد محسوب می شود. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر.